در فیسبوک من فهمیدم که اینا مثلا آدما را محمد اقبال صدرالدین مشخص میکنه. یک آدمی که گفتیم برجسته، اهل سنت و جماعت، آدمی که گفتیم می اویا صدرالدین میفهمه، صدرالدین آدمی گفتیم چه بر دروغی، یک آدمی گفتیم دزد باشه. و وقتی که اونا اینا پیدا میکنن، اینا بفهمن که قرآن چی میگوید، این یک گروه هسته برای به نیستی کشیدن بچه های اهل سنت و جماعت. واقعا برای همین ایرانی ها به اینم پول میتین. این هم برای ایرانی ها کار میکنه محمد اقبال صدرالدین، هم برای روسا، هم برای حکومتی ها. برای پول لازمه. قمارباز بچه ها برای قماربازی خیلی پولیزی عادت کردگی های. در همون دبی در یک شش میگن تا 500,000 پول مسلمانایی که عربا بین میدادن، این معیشت مزه. یعنی این آدم چی میکرد؟ این آدم ها را مشخص میکرد در روسیه، در قزاقستان، در دیگه جا. و اینا همین پیمان ملی، اینا کار اینا چی هست؟ مسلمانای برجسته، آدمایی گفتیم برجسته، آدمای مستقل، شخصیت ها باید گم بشون.